پرد نظام توجه ببین. محترم رئیس شهر، هیئت شخصی قواهای مسلح، ساختارهای قدرتی، مقامات حفظ حقوق و ذخیره‌های سفربری برای گذشتن پرد حربی بخشیده به 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان صف آراسته شد. فرمانده پرد کمیسر حربی شهر پالکونیک صالح زاده دلیر میرزا. اوزو سلام رفیقان. همه شمایان را با فرارسی ایدی بزرگی ملی ما 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان صمیمانه تبریک میکنم. محترم سابقه‌داران قواهای مسلح، کارمندان مقامات حفظ حقوق، افسران و سربازان ذخیروی، رادمردان دلیر و شجاع وطن، هموطنان عزیز، با کمال احترام و سعادتمندی فرارسی جشن فرخنده و جسته 30 سالگی استقلالیت دولتی کشور محبوبمان را به شما و کل همشهریان عزیز تهنیت گفته برایتان فرحمندی به پایان، سلامتی بردوام و مجموع خوشی‌های عمر را تمنا دارم. قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان همچون سپری با اعتماد دولت در امر حفظ حمایت بر مرز و بوم وطن، تأمین آسودگی و امنیت، صلح و وحدت ملی سهم با ارزش داشته، خدمتیان نهادی بلندپایه در کنار دیگر خدمتیان مقامات حفظ حقوق امروزها سربلندانه عهدهداری خدمتی خویش را به اجرا رسانیده ایستادند. محض فداکاری و صداقت و سوگند جوانمردی است که کارنامه و جانثاری‌های خدمتیان ارتش ملی کشور بارها به باوری و اعتماد سرفرمانده عالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سزاوار گردیده است. در این مورد ضمن یکی از سخنرانی‌های خویش اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ابراز داشتند. من همچون سرفرمانده عالی قواهای مسلح کشور باور دارم که هیئت شخصی و خدمتیان حربی و کارمندان ساختارهای نظامی جواباً به دستوری‌های پیوسته حکومت مملکت می‌بایست با هوشیاری و زیرکی به خلق و وطن صادقانه خدمت می‌کنند و همچون حامیان با اعتماد
وظیفه مقدس خود را درباره حفظ تاجیکستان آزاد و سوپرور و دستاوردهای استقلالیت نعمت بزرگترین در حیات خلق تاجیک با احساس بلند وطندوستی و جوانمردانه اجرا می‌نمایند. گذشته از این سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان جنرال ارتش امامعلی رحمان در ملاقات با خدمتگزاران حربی اتلت سرحدی همدانی به مورد اظهار داشتند که صاحب مرد معین بودند در برابر عنصرهایی که زبان دولتی، تاریخ پولیتیکال باستانی و ارزش‌های نیک فرهنگی از نشانه‌های مهمترین صاحب استقلالی دولت ملی و دولتداری نوین ما ثبات سیاسی جامعه و زندگی آسوده مردم میباشد. مردم شریف تاجیکستان خدمت‌های تاریخی فرزندان دلیر و شجاع خود را همیشه پاس می‌دارند و خاطر جوانمردانی را که برای برقرار نمودن ساخت کنستیتوسیونی، پایداری صلح و ثبات، حمایت مرز و بوم وطن و حفظ زندگی آرام و آسوده ساکنان مملکت جان خود را ایثار کردند هرگز فراموش نمی‌کنند. حاضرین گرامی، جزء پیچیده و مرکب جامعه جهانی از جمله تهدید و خطرهای زمان معاصر، نزاع‌های دینی و مذهبی، قاچاق مواد مخدر، سلاح، کیبرجنایت‌ها و قبل از همه ظهور تشکیلات و سازمان‌های تروریستی و اکستریمیستی و تهدید و خطرهای آن به امنیت و ثبات جامعه وضع نهایت مرکب و حساس منطقه و جهان، خصوصا اوضاع افغانستان همسایه، عاقبت‌های منفی روند جهانی شوی، فعال گردیدن گروه‌های تروریستی و اکستریمیستی و دیگر گروه‌های جنایتکار فراملی تقاضا می‌نماید که هر یک سرباز و افسری به ننگ و ناموس، هوشیاری کسبی و زیرکی سیاسی را از دست نداده به خاطر حمایت خاک مقدس وطن عزیزمان وظیفه خدمتی خود را صادقانه و با احساس بلند وطنداری اجرا نمایند. باعث تاکید است که مسئله گسترش یافتن پدیده‌های نامطلوبی به امنیت ملی تهدید کننده زمان معاصر همه ما را وادار می‌سازد که در راه حمایت وطن عزیزمان از هر وقت بیشتر هوشیار و زیرک باشیم، زیرا استقلالیت دولتی، صلح و آرامی و وحدت ملی همان وقت استوار و پایدار می‌گردد که اگر هر یک فرد جامعه به قدر آن رسد و آن را همچون دستاورد بزرگ تاریخی حفظ نموده آزادی و صاحب اختیاری اساس خوشبختی خود شمارد. حکومت جمهوری تاجیکستان وابسته به رشد اقتصادیات علاوه به تامینات باز هم بی‌خطر و جزء تام‌های حربی و مقام حفظ حقوق تکنیک و تجهیزات حاضر زمان و سلاح مهمات جنگی در آینده نیز دستگیری مولوی اجتماعی خدمتچیان حربی را گسترش بخشیده برای زینه به زینه بهتر گرداندن شرایط خدمت و زندگی آنها، بلند برداشتن سطح تامینات اجتماعی و تحکیم اقتدار مدافعی مملکت همه چاره‌های ضروری را اندیشیده ایستاده است. رهبریت دولت و حکومت خدمت صادقانه خدمتچیان حربی را همیشه قدرشناسی می‌کنند. تا امروز صدها نفر نظامیان فرزندان به ننگ و ناموس وطن با مکافات‌های دولتی، رتبه‌های عالی حربی و منزل‌های استقامتی سرفراز گردانده شدند و این اقدام‌ها در آینده نیز ادامه داده می‌شود. باوری داریم که افسران و سربازان به ننگ و ناموس و دلیر و شجاع قوای مسلح و کارمندان مقامات حفظ حقوق به سوگند حربی خود همیشه صادق مانده رسالت فرزندی خود را در نزد دولت و خلق تاجیکستان با حساب بلندی وطندوستی ادا می‌کنند و 30 سالگی استقلال و آزادی تاجیکستان جشن بزرگ و مقدس ملی‌مان را با خدمت صادقانه، انتظام نمونوی و آماده باشی بلند استقبال می‌گیرند. و همه شمایان وزیران سابقه‌داران قوه‌های مسلح، افسران و سربازان ذخیروی، رادمردان دلیر و شجاع وطن، حاضرین گرامی، روزگار آسوده، صحتمندی کامل، موفقیت‌های بی‌نظیر و به تاجیکستان عزیز و مقدس پیشرفته و شکوفایی جاودانی تمنا می‌نمایند.
بگذار به بخت مردم شریف تاجیکستان تحت رهبری پیشوای محبوب و معظم ملت محترم امام علی رحمان در فضای وطن عزیز و مقدسمون صلح و ثبات، آزادی و استقلالیت، وحدت و همدلی جاودانه حکم فرما باشد. جشن استقلال و آزادی مبارک سربازان شجاع و دلیل وطن، سلامت و سربلند باشد. با سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح شرف حرکت نظام و مارش تنتنوی موافقی را تهو روتای یکم روی بروی دیگران براش گرد در یک مسافه معین توجه براست با قدم مرش
ҳамаи ҳайати шахсӣ ҷузутонҳо захираҳои сафарбарӣ мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ барои иштирокатон дар ин ҷашни таърихӣ табрик гуфта ба шумо он бурдборӣ саломатӣ ва осмони софу беғборро умед дорам. Раҳмат ба ҳаматон. سی‌سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان مبارک باشد. مبارک